روز قیامت که میشده پروردگار امر میکرده بهشتی ها به بهشت میدرند حساب و کتاب تمام، دوزخی ها به دوزخ میروند حساب و کتاب تمام، درها محکم. خداوند امر میکرده مرگ بیاره، یجاء بالموت، مرگ بیاره به صورت یک قشقار کلانه بین جنت و دوزخ. خداوند میگفته نگاهش داره. تمام عرصات قیامت بهشتی و دوزخی ها خداوند صدا میکرده که بندگان من، ای بهشتی هایی که در راحت هسته، ای دوزخی هایی که در عذاب هسته، نگاه کنه همون مرگی که شما را دنیا ده، ای پادشاه ها پادشاهی تان از دست گرفته بود، ای تنصحت ها همون مرگی که تنصحتی را از شما سلب کرده بود، الان در اونجا از تماشاش کنید. حضرت عزرائیل خدا امر بکند که او رو سر بر، سرش میبرد، ندا می شود به هم اهل بهشت و به هم اهل دوزخ که یا اهل الجنت خلود فلا موت و یا اهل النار خلود فلا موت. ای بهشتی ها، ای بندگان فرمان بردار خدا، ای دوستان خدا، ای روزداران رمضان، ای آباد کنندگان مسجدها، دیگر شما همیشه در راحت، دیگر مرگ برای شما نیست، همیشه تنصحت، بیماری برای شما نیست، همیشه پادشاهی است برای شما، دیگر گدایی نیست، همیشه شادی و خرسندی است برای شما، دیگر غم و درد نیست. خاطرتان جمع باشد رسول اکرم گفتن شنیدن این خبر برای بهشتی ها خرسندیشان و بالای خرسندی زیاد میکنند. فهمیده؟ من این زمان بایامانو ببینه 1000 اگر میلیون داشت باشدم، همیشه تشویش است از چی؟ از مردن، تشویش است از بیمار شدن، تشویش است از یک غم روزگار، اما اونجا دیگه تشویش نیست.